به نام خدا. دوستان عزیزم سلام، وقت بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم با هم دیگه خلاصه فصل دوم رو در موردش یک گپ و گفتی بزنیم. ما تو فصل دوم یه پیش نیازی رو عنوان کردیم. گفتیم معادله خط رو چجوری می‌نویسن؟ آقا برای نوشتن معادله یه خط یک نقطه لازم است از اون خط و شیب خط. هم نقطه ای از خط لازم داریم، هم شیب خط رو. معادله خط رو به صورت کانونیک y منهای y1 m در x منهای x1 می نویسیم و تمام. اگر این خط رو بیایم باز کنیم یه معادله پیدا می شود به نام معادله گسترده خط که در معادله گسترده خط ax به علاوه y به علاوه c مساوی با 0، شیب خط میشه منهای ضریب x به ضریب y، یا شیب خط در حالت کلی همون نمو y به نمو x، نمو y به نمو x و زاویه با افق هستش. بعد رفتیم گفتیم خب دو خط در فضا در صفحه موازی یا متقاطعن. کی موازی هن؟ موقعی که شیباشون یکیه. کی موازی نیستن؟ موقعی که شیباشون یکی نیست. و شرط عمود بودن دو خط این بود که ام پریم باشه منهای 1. اگر ام و ام پریم شیبای دو خط باشن، تانژانت قدر ام منهای ام پریم روی 1 به علاوه ام پریم میشد زاویه بین دو خط. چند تا نکته مهم یاد گرفتیم. نکته اول، اگر دلت خواست فاصله یه نقطه از خط رو پیدا کنی، کافیه مختصات نقطه رو توی معادله خط قرار بدی. قدر مطلقش روی رادیکال ضریب x به توان 2 ضریب y به توان 2. اما اگر دو خط موازی باشن، من همیشه به بچه ها گفتم، یادتون میاد گفتیم که ضرایبشون یکسان باشن. قدر مطلق تفاضلشون روی رادیکال a2b2 میشه فاصله بین دو خط. اگر معادله خط وسط خاص یعنی خط میانگین، بچه ها بازم ضرایبشون باید یکسان باشن. از 33 پریم میانگین میگیریم میشه معادله خط میانگین. آقا معادله خطی که از این دو خط به یه فاصله باشد، بچه ها میشه خطوط نیمساز که بر هم دیگه عمودن. میشه قدر خط روی رادیکال a2b2 قدر خط روی رادیکال a2b2. یادتونه دیگه میگفتیم آقا این باید فاصلش از این دوتا به یک مقدار باشه. یه امی بگیرین مثلا x و y. فاصله نقطه از خط چی بود؟ این نقطه رو میذاریم تو معادله خط رو رادیکال a2b2. اینم به همین صورت. بعد میرفتیم سراغ فصل 2. میگفتیم آقا یه خطی به نام محور و یه خطی به نام مولد، یا در حالت کلی دو خط متقاطعی رو در نقطه O در نظر بگیریم به شرط اینکه زاویه‌شون بین 0 تا 90 باشه. نه 0 رو ببیند نه 90 رو. اولی به دومی میگه اجازه بده دورت بگردم تا رویه مخروطی رو پیدا بکنم. بعد یه صفحه برداشتیم و افتادیم به جونش. گفتیم اگر عمود بر محور ولی از رأس نگذری میشه دایره. عمود بر محور ولی از رأس نگذری میشه دایره. اگه از رأس بگذری میشه نقطه. اما اگه مایل ببرم، یادته گفتم مایل یعنی چی؟ مایل یعنی نه موازی با مولد مایل، نه موازی با مولد، نه عمود بر محور، از رأس نگذره و یکی از رویه ها رو قطع کنه میشه بیضی. اگه از رأس بگذره میشه نقطه. آقا موازی مولد شروع کردم به بریدن. از رأس میگذری یا نه؟ نمیگذرم از رأس. خب باشه، پس شما یک سهمی هستید. آقا اگه از رأس گذشتم چی؟
اگه از رأس گذشتی میشه خط. خب اوکی. موازی با محور ببری، از رأس میگذری یا نمیگذری؟ اگه از رأس نمیگذری میشه حضدودی، ولی اگه از رأس بگذری میشه دو خط متقاطع، یعنی تباه شدهش میشه دو خط متقاطع. خب دو خط متقاطع. بله. بعدش رفتیم سراغ مکان هندسی. تعریفش مهم بود؟ آره، برامون خیلی تعریفش مهمه. مجموعه نقاطی از صفحه یا فضا که در یک ویژگی خاص مشترک باشن. آقا هر نقطه روی مکان باشه به این ویژگی و هر نقطه‌ای که این ویژگی رو داشته باشه روی مکانه. آقا برای اینکه ثابت کنم یه بابای مکان هندسیه باید یه قضیه دو شرطی رو ثابت می‌کردی. نقطه رو روی مکان بگیرین، ویژگی رو ثابت کنین و نقطه‌ای که داره این ویژگیه رو ثابت کنین روی مکان هستش. آقا مکان‌های مهم رو ما با هم دیگه خوندیم. بله آقا، مکان‌های مهم رو با هم خوندیم. مکان نقاطی از صفحه که از یک نقطه ثابت به یک فاصله ثابت است میشه دایره است به مرکز O و شعاع R. مکان نقاطی از فضا که از یک نقطه ثابت به یک فاصله ثابت است کره است به مرکز O و شعاع R. مکان نقاطی از صفحه که از خط ثابت L به فاصله K باشه میشه دو خط موازی. یکی بالا یکی پایین. دو خط موازی، یکی بالا یکی پایین. مکان نقاطی که از دو خط موازی به یه فاصله باشه میشه یک خط موازی با اونها که از وسط فاصله بینشون میگذره. مکان نقاطی از فضا که از خط D به فاصله K باشن. بچه‌ها از فضا که از خط D به فاصله K باشد میشه یک استوانه، پوسته یک استوانه. آقا مکان نقاطی از صفحه که از دو خط متقاطع به یه فاصله باشن میشه نیم سازاش که دو خط عمود بر همن. مکان نقاطی که از دو نقطه ثابت به یه فاصله باشن میشه عمود منصفش. آقا تو فضا این اتفاق بیفته، از دو نقطه ثابت در فضا به یه فاصله باشن میشه صفحه عمود منصف. این اگر چی باشه؟ آبه باشه، این میشه صفحه عمود منصف. مکان نقاطی که یک پاره خط رو با زاویه قائمه رویت میکنن میشه دایره است به قطر آبه. زاویه 90 رویت میکنه. آقا با اینا چطوری مسئله حل میکردیم؟ میگفتیم اینا باید دوتا مکان داشته باشیم، بگیم مکان این اتفاق میفته، مکان دو اون اتفاق میفته. یعنی داستان اینه، اشتراک میگرفتیم بین مکان ها. براتون آرزو موفقیت میکنم و خدا نگهدار.